تا حالا شده توی تصوراتت وارد یوتوپیا بشی؟ شهری که از لحظه ورودت بهش بی اختیار احساس آرامش داشته باشی؟ یا موقع ورودت به تالارهای موسیقی و هنرش امید و شکوه رو با تمام وجود حس کنی؟ اینجا شهریه که رویاها زنده میشن، جایی که عدالت، خلاقیت، زیبایی و علم پایه‌های اصلی اون هستن. هر جایی به علم و هنر دسترسی داری و افرادی هستن که توی رسیدن به آرامش ذهن بهت کمک میکنن. شهر توسط اروس اداره میشه. اروس نیروی حیات رو به سمت شکوفایی یوتوپیا هدایت میکنه، تعادل بین احساس و خرد رو برقرار میکنه و با نیروی هنر و زیبایی آینده‌ای روشن رو به مردم نشون میده. اما آیا خوشبختی دائمی باعث خواهد شد یوتوپیا از نگاه سرد تاناتوس و هیولاهای بدبینیش غافل بشه؟ شاید همین حالا هم توی سایه ها منتظر باشن. تا حالا شده تو هم توی زمانهایی پر از هنر و خلاقیت حس خاصی داشته باشی؟ اگر تجربه مشابهی داشتی برامون کامنت کن. اگر این ویدیو برات مفید بود برای دوستات هم بفرست و به یاد داشته باش که همیشه میتونی روی یه روانشناس حساب کنی.